خبرکش از رحمت خدا به نصیب است. خبرکش بدترین انسان هاست. خبرکش چاهکن است که خود در او چاه آخر هلاک بشود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله جنت قطار، جنت نمی‌دارد خبرکش. پیغمبر گفته است اینه. هیچ خبرکش نیست مگر اینکه او ولد الزناست. حضرت عبدالله ابن مبارک پرسیدند درباره خبرکشان نمام‌ها، حضرت قسم خوردند، والله گفتند، قسم به خدا گفتند خبربرها خبرکشها حرامی هستند. اونا را حتما تحقیق کنند، تفتیش کنند مادرشون اگر انصاف داشت بالاست چه گوید کسی حوزهش خیالش کرده. حضرت عبدالله مبارک پرسیدن با کدام دلیل میگه که این خبرکش ولد الزنا حرامی است؟ کدام خبرکش باشه ادعا ده که مادراتون شما را دیگه تا دیوان کار دیگر. حضرت گفتن این آیه مبارکی سوره نون ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم خبرکشی میکند، بین دو آدم جنگ میاندازد، بین دو محله جنگ میاندازد، بین دو قوم جنگ میاندازد. یک آدم میبره در اداره های دفتر سیاه میکند، مشاء بنمیم. آخرش دو بچه کنه چه عطل بعد ذلك زنی. معنی زنی ای ولد الزنا، همون کسی که آیت در شأن او نازل شد که این سوره مبارکه با 10 صفتی رذیله و پست انسانی و ریاکت ولد الزنا بود، از زنای حرام توان شد. یک صفتش هم میگو خبرکش بود. بر هر کسی هم که خبرکش است او حرامی است. هر کسی هم که خبرکش است او ولد الزنا است. هر کسی هم که خبرکش است او لعنت الله در لعنت خدا گرفتار است. حتی رسول اکرم چی گفتند؟ تجد شر الناس ذا الوجهین یأتی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. بدترین امتی من، بدترین انسان ها در روی زمین دو زبانه هاست. پیشی یک کس بره برای زبانه یکی دیگه میگه پیش رفت دیگه چی میگه. روز قیامت اینها دو زبان دارند، هر دو زبانهاشان در گرفته میشتن. زبانهاشان ملائکه میکشن از زبان از دهانشان بیرون گوگیر میزنن، مثل که کمار چگونه ریزین چگونه میسوزد جرق درست سوختن میکنه زبان افتان. یکون له لسانان من النار، دو زبانی از آتش برابر به زنجیرهای آتش کرده آویز، به چاوی تلخشان زهر و زقوم ریز. زبانها را پسی حلقش کشیده، زبان از عطش بردانو رسیده. به گرزی آتشین کوبند ملکها، عذاب سخت دارد